بازی خوبی باشه. زیرش داشتم به این فکر می‌کردم که چه دیالوگی بگم. سیتی یک نشستم. توی دیگه میخوام امدادگر باشم. بهتون کمک کنم. هر موقع کمک من خواستین بهتون کمک میکنم، ولی اگه بخوایم ما مشورت کنیم مطمئنم تو سهیل الیاس بازی مافیاست. مطمئنم تو مافیاست. فعلا همین. خیال راحت هم ببینیم رو شرم نکس. مثلا اون قرار توی جون نره. نکس. سلام دوستان، امیدوارم بازی خوبی باشه. تو دیسلایکی که دادی، من شاهینم، تو دیسلایکی که دادی به خاطر کارت خود بود که خود مافیا نیستی یا اون مافیا نیست تو بازی، یا بین تو اصلا مافیا نیست؟ تو به نظرم مشکوکی. خودم به نظرم بین آقای کوروش و آقای الیاس حتما تو بازی مافیاست. تو به نظرم شهروند بودی. سلام بچه‌ها، من دانیال هم امیدوارم بازی خوبی بشه. تو به نظرم مافیایی. تو به نظرم مافیایی. خودم سروش خیلی اکتیو مافیا دارم. سروش اکتیو خیلی مافیا دارم. خیلی بعد تو چی می‌کردم؟ چه موقع امدادگر یا اون دو تا خیلی الان همون خوردی که از تو گرفتی الان خیلی بین دو مافیا داری که من نظر شهرونده. بچه‌تون اول بازی خوبی باشه. من هستم. به نظرم بعد خودم یه دونه مخصوصا شاهین دانیال پویان شهروندم. به نظرم تو که معلومی تو اصلا دخالت کردی تارگت فیلینگ شما یک. تو تارگت فیلینگی زده به کارت خودش، اصلا به کارت هر کی. بعد سوالش پوز بشه هیچ فکتی تو مثلا بازی مشکوکی. الیاس به نظرم مافیاس با آرمین. تمام شد. سلام رفقا، محمدم، خوشحالم باهاتون بازی می‌کنم. تو ذهنم بود بهم تارگت میزنی اصلا قبل بازی. تو ذهنم بود بهم تارگت بزنی شهروند میشی. نمیدونم چرا. پویان به نظرم صداقت داشت کلامت، بهت میگم شهروند. شاهین به نظرم تو بازی مافیا بود. به نظرم مافیا بود. مثلا با فکر بدون از کارت خودم هویت دارم میگم تو مافیایی. مسئول به نظرم شهروند بود واقعا. خودم بعد خودم نتونستم تارگت اکتی تحلیل کنم. میز آخر خیلی رو تو عجیبم، نمیفهمم چی فیلینگی بهت مشکوکم. اکت نه. نکست. سلام رفقا، هستم سروشش خدمتتون واسه امیدوارم بهمون خوش بگذره. شما قراره امدادگر باشی درسته؟ بعد مشورت چرا بگیریم؟ مگه امدادگر نیستی؟ چه مشورت؟ 2 به نظر تو مافیاست. 3 2 تو ترنش گفته یک شهرونده. 3 خورده الکی از 2 گرفت گفت چرا یک شهرونده؟ چجوری داره 50 باشه تحلیل کردی؟ پس توی لوکیشن مافیا هست، تو لوکیشن 1 تا 3 مافیا هست. من به بازیتون میارم اینور. هر کی بخواد به شاهین تارگت بزنه من به بازیش بدیم. نه شهرونده اینجوری من سویلم امیدوارم بازی خیلی قشنگی باشه. میشه. اگه تو الیاس آقای شاهین پویان شهروند باشه من شهروند دیگه معارفه رو دست دادم. جدی میگم تو پلیری که امداد برسونه به کسی سر صحبت مگه میشه اصلا با این جمله دیالوگت شروع کنی؟ اوکی 2 تا تارگت اکتیو عزیزم میذاشتم خودم صحبت میکردیم میدیدی این دیسلایک برآیندش چیه؟ نه واسه چی بگم؟ تو خواستی که این فکتر رو بسازی. آقای الیاس اتکر کارتت شماره 2 شماره 1 هم چجوری تصمیم گرفتی 2 رو گردن بگیری؟ پس میگم بین خودتون قطعی مافیاست. تو مافیا بودی نفهمیدم معارفه داداش چون اینجوری کاور کردی 2 رو. فعلا بین همینا تارگت میذارم ببینم چی میشه. وقت شما دوستان بخیر باشه. من کوروش هستم. زاویدی به نظرم اشتباهه. اصلا تارگتش نسبت به الیاس هم موافقه دیگه، چون ترن الیاس هم شنیدی با حجم دیتای بیشتر. الیاس رو هم مشکوک دیدم، الیاس رو مشکوک دیدم تا اینجاش که خطایی نیست. خود 2 1 رو شهروند کرده، یعنی یک موضع بالاتری داره نسبت به، یعنی تا باید بیشتر تارگت بخوره چون خودش رو شهروند کرده. واسه تا اینجا هم که مسئله نیست. اینکه اومدیم هم شما اومدین جریان بازی رو از کنیم بر اساس شنیده‌هاتون نبود به نظرم. تو هم فکت ساختی از دارم. تو اگه مافیا باشی هم باید همینجوری دقیقاً بازی کنی، یعنی باید سعی کنی که از معرفه این بازی تو حس می‌کنی شاید با این بیدار شی، با این آقا شاید هم بیدار نشی. به نظرم این میتونه زاویه مافیا باشه. من موافقم که شما مظنون متهم ردیف اولی فعلا در معرفه تمام. سلام بچه‌ها، من علی امیدوارم بازی خوبی باشه. من اول بیام شب یه سیو دکتر می‌خوام. راهنمایی هم بگید اگه دوست داشتید. من کوروش به نظرم معرف شهروند بود، اینو بگم. تو 2 و 3 به نظرم اصلا مافیا هست. تو باید به امیرحسین مقصودی تارگت می‌دادی. می‌دونی چرا؟ چون امیرحسین مقصودی قبل خودش جنگ فکتی داشت که فهمید شاهین مافیاست، ولی بازم تصمیم گرفت به تو اگه تارگت بزنی خود به تارگت ندادی. یعنی به نظرم یه حرکت مشکوک بگم تو مقصود به نظرم مافیا هست. سروش هم مافیا نداشتم، ولی 2 سال تو کاور نکن، اونجا مافیا هست. سلام رضا، نه اصلا کاورش نکن، خودش در میاره. امیدوارم بازی بشه. نه جالب بود یه نفر تو معارفه کارت یه نفر سر بده. الیاس هم کارت امیرحسین سر داد. امیرحسین به خودش گفت مافیا.
به من گفت مافیا، من مافیا نداشت. یه دونه شاهین مافیاش بهش گفت شهروند. چجوری فهمیدی شهروند؟ تو باید نداری. تو مگه شاهین شهروند نداری؟ خب واسه الیاس گردن بگیر دیگه. فهمیدم اون شاهین مافیاست، اون به اصطلاح شهرونده. من خودم تیبلی موقع سنگین نداشتم. تو هم موقع مافیا نداشتی که دارم میگم. صداتون موقع مثلا مافیا نبودی. بین الیاس و سروش به نظر مافیا هست. من با تو رو سوال بهتون به تارگت نظر سروش خودم شهروند داشتم، تو موقع شهروند نشدم، تو شهروند داشتم. ممنونم دوستان. ماسک لطفاً. آقای رجایی بفرمایید. حتما تو سروش سوی تو بازی مافیا هست. چرا؟ چون سروش اصلا نمیتونست من تارگت بزنه. جنس بازی شهروندی من میدونی، دویی که قطعی شهروندتون ما رو شهروند کرده دیگه. یه نفر که بهش تارگت فیلینگی هم زدم قبل تو گفته به نظرم شهروندی بیام. سوال ما تو لوکیشن دنبال مافیا پس من نباید فشار میذاشی رو من. آقای الیاس تو روند بازی تنش مشکوک بود. یعنی میگم محدود میکنم تو الیاس، سروش، سهیل حتما تو بازی مافیا هست. آقای الیاس که خودش من گفت شهروند. محصول گفت من فیلینگ داشتم تو قبل بازی من تارگت بزنی، خب این فیلینگو تو بازی انتقال داد، فیلینگ مثبت داشت بهش، نمیتونستی محصول رو تارگت نکنی. سهیل گفته تو الیاس 2-1 تو بازی مافیا، چه کارتمون چه ربطی داشت؟ من به خود تارگت فیلینگی زدم به الیاس که الیاس قبل تو صحبت کرد به من گفتی شهروند. اون دو هم اونقدر پاور ازش چرا بین ما سه تا می‌خواست. پس محدوده رو بین الیاس، سروش، سهیل تنگ می‌کنم. محصول به نظرم شهروند بود. کوروش و علی مومن با هم شهروند داشتن. اینا شهروندی بود. جنس بازی منو گردن. من به 2 دلیل به محصول گفتم شهروند. دلیل اول یه مقدار شناخت دخیل کردن، دلیل دوم این که اگر من این تارگت رو محصول برگردونم خودم شاهینم میخوام تو بازی تارگت کنم، کارت هامون به هم گره میخوره. این تو بازی شهروند باشه روز یک رفتیم بیرون جفتمون، الکی بازی میره تو. به نظرم آرمین تو بازی مافیا بود. یه سوال، تو به نظرت خودت اینجا ساید بین من و شاهین و آرمین سایده باشه، به نظرت محصول تو بازی مشکوک بودی که به خودت تارگت زدم؟ من کارتشو سر دادم، چرا انقدر کارت خودت بی اهمیت بودی که محصول رو درگیر تارگتات نکنی به من تارگت بزنی؟ پس تو ذهنم مشکوکی. بین سهیل و سروش خودم مشکوک داشتم معارفه، ولی زوده بخوای بگی اینجا تو بازی سایده، خیلی روند داره پوینت پیش میره. نکست. چالش هم باید صحبت کنم. برای نه خود داشت دو یه تارگت خرجت میکنم امروز، چون باید اول خودت صحبت میکنم. آقای پویان من با فکر درست، تو امدادگری تو بازی بشینی شهروند کار شهروندی میشه امدادگری؟ خب واسه چی؟ من با فکر خودم به تارگت زدم، چه ربطی داره که رفتم تو این آیله سن فهمیدی تو این لوکیشن مافیا سنو محسوبی شهرونده واسه اوکی به شهرونده تارگت نزدم، اومدم خودت تارگت کردم، کسی که اتک کارت خودت بود به خود من اکی تارگت زدم. چجوری هم فهمیدی پویان شهرونده؟ حتما بین خودت دو صحبت نکرده مافیا هست، امکان نداره اینجا مافیا نباشه. نکس. بین الیاس و مسعود مافیا هست. آقای امیرحسین مسعودلو برای چی تارگت داریم؟ من یک به نظر شهروند نبود، الیاس به نظر مافیا بود. من اینو شهروند کردم، گفتم تو چرا به شهروندی این دیسلایک دادی؟ بین الیاس و آقای کوروش حتما تو بازی مافیا هست، خودمون هم مافیا است دیگه. تو ذهنیتت هم شکلی بود دیگه. اون من به خاطر این اون تارگت زدم که از شهروندی این نباید دیسلایک میداد تو بازی خودش. زود نباید میفهمید شهرونده. این چجوری به نظرتون شهروند بود؟ این خورده رو به من گرفت، چجوری فهمیدم این شهروند؟ شما به نظرتون این شهروند به من تارگت به سه تارگت نزدید تو بازی. این بیس تارگت زدنش من به من به خاطر این بود که اینو چرا شهروند کردم تو بازی. حتما به نظرم تو خودت الیاس مافیا هست، حتما به نظرم تو سهیل آرمین مافیا هست تو بازی. این شکلی بازی به نظر من. چالش برای کوروش بعد دوستان قبل از این صحبت کنم توضیح دادم، لطفاً اینو اونو شماره نگید، با اسم دیگه صدا کنید ممنون میشم. تشکر. کوروش بعد من نمیشناسیم. حالا کوروش بعد من چرا بین سهیل و آرمین حتما مافیا؟ حتماش برای چیه؟ چون من مطمئنم بین الیاس سروش اصلا الیاس مگه میتونی الان الیاس رو تارگت نکنی؟ الیاس تو الان همه تارگتات خرج امیرحسین مسعود کرد، الیاس رو گردن بگیری. الیاس اومده امیرحسین مسعود رو تارگت کرده، شهروند کرده، من دیگه تو شهر تارگت کردم، اون دو خودت تارگت کرده. سروش تو چجوری گفتی بین این دو تا مافیا است که خود امیرحسین شهروند کرده؟ خودت کجا مافیا داشتی؟ گفتی اونو گفتی مشکوکه، درسته نه؟ گفتی پویان مشکوکه، دانیال مشکوکه، اینو شهروند کردی. امیرحسین کاور کرد، بعد هم تو هم بعد اون رو گردن میگیری. ساید مطمئنم اونجا بین اوناست. من آرمین رو شهروند دارم، خط کشیاش درست بود تو معارفه. چی؟ آرمین شهروند دارم، خط کشیش به نظرم تو معارفه درست بود. بین اون دو تا مافیاست، اینم مافیاست. خیلی جالبه از پرسپکتیو هر پلیر به بازی نگاه کنیم. بازی خیلی عیانه. اگه تو آرمین اینجوری گذاشته باشی در فاجعه بود. تو اگه کل ترن داری به امیرحسین مخاطبت امیرحسین مسعود رو تشکیل میدی، بعد اینو قبله کنی توی بازی. اون یه چیز رو فهمید تو معارفه و بگین 100% شهروند دیگه بین نداره، بعد بگین سهیل مافیا. 1 2
در پرسپکتیو تو باید الیاس از بازی حذف کنی. الیاس تارگت خورده همزمان با خودت تو از این آقا براش گفتن همین من تو رو شهروند دارم، اون یکی رو هم شهروند دارم، تو رو مشغول دارم. اون کار فرار از تارگت خوردن بوده دیگه، این بین نداره که اینو باید حذف کنی. همزمان به نظرت باید اون شهروندیشو از این فعلا بپذیر تا اینکه ببینی اینا بین این دو تا بگی یک مافیا، نه این دو سهیل به یعنی قشنگ دخیل دادن این دو نفر توی بازی از آگاهی شبت میومد. میدونستی من دو تا ستا دارم که توش دو تا مافیا هستش، بین الیاس، آرمین و شاهین 1 الی 2 مافیا هست، 100% دو مشکوکه همزمان. یک جمله تمام. بین سهیل، علی مومن و سروش هم باید یه مافیا باشه. من خودم پویان، دانیال و مسئولی رو نهایت توش یک مافیا دارم. به نظرم میتونیم 4 تا هم شهروند باشه، یعنی من به سمت نهایت یک مافیا هم نهایت یه حلقه شهروندی میذارم. من چشمو تو باز زیر مافیا کاور میکنم. مثلا علی مومن و خودت و پویان و سهیل سروش رو میکشم کنار، امروز میشه خودم، الیاس، ثانیه پنجم بشه شاهین، آرمین. آقای الیاس نه، آقای شاهین اصلا ورود به بازیش امروز روز یک چی بود؟ گفتش که بین خودم، الیاس، سهیل و آرمین تو بازی منظرم تو بازی مافیا هست. درسته؟ اصلا اینکه روز معرفه نباید به شاهین تارگت میزد، چون خودش از پویان فیلینگی خورده، خودش به نظرش پویان شهروند بوده، شاهین شهروند کرده، به خودش فیلینگی نزده، اصلا مسیر نداشت روز معرفه به شاهین. تو دیدی کارت خودت روز معرفه بی اهمیت ترین چیز روز معرفه بود، چون پویان به فیلینگ زد، رفت شاهین گذاشت کرد. این از این. خود آرمین فکت روز معرفه بیارم، فکت روز یک شاهین رو الان میارم. آرمین 45 ثانیه فکت واسه الیاس آورد، کارت من تو بازی سرد، خودم نظر من شهروند بوده، چرا به تارگت زدی؟ این فکت آرمینه. حالا آقای شاهین فهمیده بین من، الیاس، سهیل و آرمین تو بازی مافیا هست. این از سر صحبت چالش گرفته، خودش چالش شده به سهیل، فکت دانیال پنجوشی آورده، گفته من کلا فکت ما دانیال پنجوشی آورده، بین ما چون دو مافیا میگرده. فکت سهیل و فکت این آقای الیاس که نفر یک چالش گرفته و نفر دو چالش گرفته، فکت اینا چی بوده؟ مدک همینه. اصلا بین آرمین، شاهین، آقای الیاس و این دانیال پنجوشی با خودم بین ما 5 تا دکه بازم نکس. گوش کن، آرمین معارفش هم خیلی مشکوک بود. این چون آرمین تو کوروش شهروند بود واسه دیزا تو دو سه مافیا داشتی دیگه، چون امیرحسین رو میمون با شهروندی اصلا دیگه نمیتونه تو دو سه معارفه مافیا نداشته باشه. تو دو سه مافیا نداشتی؟ اصلا هیچ نداری. خود بعد الیاس کارت امیرحسین به قول تو اسکیپ کرد. من استانداردتر گفتم، اون تو امیرحسین الیاس بعد مافیا، خود امیرحسین معارفه به خود تارگت زد. نمیتونی با کارشناسی امیرحسین معارفه عدم به من تارگت بزنی، من واسه تو زنت مشکوک باشم. دانیال این تینش خیلی عجیب بود واسم. دانیال میگه آنیکه به نظرم شهرونده، تو سویل فروش واسه مافیا نه عزیزم اونجا نخه. این واسه شهرونده باید تراکم مافیا تو امیرحسین مقصود و الیاس باشه، چون اونجا دیک بین چون معارفه مافیا چالی سرصحبت کرد، بین تارگت هم مقصود بهش لایک کرد. پس اینو کاور میکنه اونجا تارگت نه اینو من تارگت نکن. تو که هیچ درست نشنی، چرا تارگت زدی؟ همه سوال من اشتباه شد. گفتم این میز اصلا کاری ندارم، ازش سنگینی نگرفتم. گفتم من صحبت الیاس شنیدم، گفتم کار تو رو سر داد، من مسیر بازی میکنم. اون شهروند تو مافیا کارت سر داد، دیگه تو تارگت نزد. تو که عزیز خود بعد من مثلا شو شهروند باشم، تو من تارگت زدی، من تو کسی مافیا داری تارگت کردم. امروز تو خود شهروندی، پویان شهروند، دانیال شهروند، من کیو شهروند کردم؟ حتی اینکه مشکل شهروند نکردم تو معرفه. آقای پویان من چرا شهروند نبودم؟ من همون لوکیشنی که دنبال مافیا گشتم، سویل کاور نکردم، بین سویل شما گفتم الیاس مافیاست، سویل خارج از سایت گفتم روش شهرونده، اینو اونقدر شب تارگتش نکردم، اونقدر شهروند ندارم، امیرحسین مافیا شهروند تارگت نکردم، مثلا الیاس تارگت کردم. اینا همش تو چطور من تارگت زدی امروز؟ چطور به من تارگت زدی؟ من تنها شهروند تو معرفت اصلا اون سروش نباشه شهروندی بود. سروش بود گرفت الیاس گردن میگیره اون شهروند کنه. من تنها شهروند بودم. اشتباه دارین شهروند میگن چون من شهروند افتادم بیرون سایت و هیچ اشکالی نداره. تو رو نماینده می‌کنی و هست من حسین خودت وصیت می‌کنم، چون باید بفهمم من شهروند میشم به چه من نیستم. عجیب به نظرم دیالوگش با شاهین یار به یار نبود. به نظر یار به یار نبود. میگم یار به یار نبود. من چرا الان زیرو کردم میگم نبود. عجیب به نظرم یار به یار نبود. نه یکی بین توش پیووی میگه بین شما دو تا یه دونه مافیا است. اصلا شاهین واسه تمام کسی که به شاهین داد تارگت می‌زنن تو ذهنم شهرونده. یعنی دانیال اونقدر مافیا ندارم، پویان شهروند بود، خودم واسم شهرونده. من با کوروش بازی میکنم، یه تحلیل داره ذهنم، سوم شخص بخوام بازی کنم باید بگم بین خودم، مقصود و شاهین، سی تا آخر به نظرم تو بازی باید دو تا مافیا باشه، سوم شخص تحلیل کنم، یعنی باید تو رو گردن بگیرم بگم اینجا یه دونه است، چون عجیب داری منو مشکوک میکنه تو بازی. خودم رأی کدوم فعلا برای شاهینه، نمایشم تو رو میارم. چالش میدم به شاهین بعد من صحبت کنم. من میشه یه نفر اینقدر تناقض داشته باشه تو صحبتش؟ چرا؟
تو داری میگی دیالوگا یار به یار نبوده، بعد تو لوکیشن تعریف داری میکنی جفتشون تو سایدن، مگه میشه؟ خب بینشون یه دونه دو تا سایدی که گذاشتی جفتشون بودن. چجوری با کوروش بازی میکنی؟ کوروش لانچ شروع صحبتش از سیت 3 برگشته بازی ران کرد رو خود شاهین، میگه آرمین گذاشته لادر. آرمین بعد آپدیت چی بفهمی آرمین چی یا نه، آرمین بهش تارگت میزنه یا نمیزنه، لانچ ورود به بازی داشته بوده، بعد کوروش گردن میگیرم تو بازی. شما تو مسیر بازی آقای امیرحسین محصول به نظر خود آرمین مافیاست با آقای شاهین با این آقا استاد سر صحبت 4 نفر اول گرفته بازی ران کرده بین دو یارش، بعد بگی روی کردش هکر خودشو انداخته، یه یار بعد بگی یه یار داخل کرده با شهروند داره سایت تو سایت گذاشتی بین همینا. پس بازیتون عجیبه. من نماینده بشم کوروش رو میارم. کوروش نباید شهروند میشد. کوروش دیتای معارفش دیتای اشتباهی بود. نکته اول. ممنونم ازش. آقا چون بازی پیچیده میکنید، راحت به بازی نگاه کنید. الان آقای کوروش به نظر مافیاست، باید بگید چه نشینه های امیرحسین محصولی تو بازی، خود اینها الیاس بهش گفت تو بازی شهروند. کاری نمیشه کرد. امیرحسین به نظر من مافیا بود، بهش گفت شهروند. من نمیتونم کار، من تو رو گردن میگیرم. چون این دو تا به نظر با هم دیگه شهروند تو بازی. اون گفت شاهین مافیاست. آقای اسم آرمین گذاشته لادر، بین شاهین آرمین سهیل گفت دو تا مافیا تو بازی دیگه. درسته؟ این به نظر شاهین شهروند بود، من مافیا بودم تو بازی. اون بیس بازی شهروندی که من مافیا میگذاشتم لادر. چون این دو تا با هم به نظر شهروندن. تو که معلومه مافیا. تو رو گردن میگیرم، نه آرمین به سایت هم بکنید بیرون. حتما تو آمین آقای دانیال بنده‌باشی و کوروش تو بازی مافیا هست. تو رو دیگه بهت گفت شهروند. فکتام به نظر خودم برات درست بود. نقد من تارگت می‌زدی تو معارفه. کارت هم سر خورد دیگه، چیکار کنم؟ آره دیگه سر خورد تمام شد. چالش بعد من. صحبت من اینقدر واسط مهمه که بعد من داداش. خیلی پس مشکوکی. اینجوری صحبت نکن که بگی بعد من. قبل من صحبت می‌کنی. دیگه داداش این همه پلیر صحبت کرد. آقای الیاس این دیالوگش با اون یار به یار نبوده، پس این تو ذهن شهرونده، درسته؟ پس اون بعد یه بیس مافیاوی خود شهرونده دیگه، اون بعد مافیا باشه. صفر امیرحسین محصولی رو گردن بگیری دیگه. صفر دو تا نمیش میگی شهروند، با چی گردن نمیگیری؟ آقای سروش کوروش مافیاست، گفت میخواد با دستش بازی کنه، من نمیتونم تارگت بزنم، میرم الیاس تارگت میکنم. مشکوکه آقا. پویان خیلی این ورود بازی تو دوست ندارم. اون دو دیروز خیلی تارگت خورده، امروز تارگت نمیخوره. با خود الیاسی که دیروز تارگت کرد، امروز تارگت نمیخوره، تو داری تارگتش میکنی. پس میگم امروز شهروند به تارگت نمیزنم. آرمین هم مافیا نداشتم این دیالوگاشو. مافیا بودی من نفهمیدم. میگم داداش شهروند ساید سالم بین خودت و مطمئنم که ساید سالمه. آره سیف ساید همینجاست. اصلا محال نکس من دیگه بریم چالش مافیا نباشه داداش. امکان نداره. تو ذهنیت الیاس مشکوک داری. سروش هم به نظر مشکوک. من سر صحبت روزی بردم تو اون لوکیشن داداش. آقای سروش قربونم دو به نظر شهرونده. میتونی کارت دو آرمین الیاسو همزمان با هم خط بزنی بری کوچ ما این تحلیل. بین این سه تا کی مافیاست داداش؟ بین این سه تا شو شهرونده مگه دو نیست؟ سید قبل آقای الیاس گفتم من نماینده شدم تک شاهینم میخوام بکنم بیرون. من چی اینجا تحلیل نکنم بری کوچ کلی رو داداش من نمیفهمم. حتما تو اون لوکیشن من نمیدونم مسئول چون اون لوکیشن با هم شهرونده. من اونجا قطعی مافیا دارم. هر کی که هر جا کسی هست تو الیاس و شاهین تو بازی مافیا نداشته باشه من بدونم. پس هر کی نماینده شد ساید اینجا رو باز میکنه. من به نظرم تو شهروندتری از الیاس. نه آرمین فعلا باشه یه دیالوگ کرد به نظرم با کارت مافیا این دیالوگ آقای شاهین رو فعلا بیرون غلط گوش کن. جنس بازی شاهین اعتقاد داره سایدش رو میخواد با کی بگیره، امروز گفته گردن میگیرم آقای الیاس. من به چه فکتی به تو سروش تارگت زدم؟ گفتم تو معارفه چرا اونو گردن نگرفتی؟ الان تو ترن امروز چرا اونو گردن نگرفتی؟ تو معارفه چرا اونو گردن نگرفتی؟ این یارمه بین من و اون مافیاست دیگه گفتی. بین من و اون گفتی مافیاست، اون شهروند کرد. اصلا اون بعد دیگه شهروند دانیال مافیاست با الیاس دیگه. با من به شما تو تارگت زدم چون اینو گردن نگرفتی. چجوری الان اونو گردن میگیری به من میگی مافیا؟ تو که حتما مافیا. من بین سروش و اون مطمئنم مافیاست، نمیدونم کدومشه. چون داره اینو کاور میکنه. یار با هم باکس بگم هستن بین این دوتا حتما مافیا هست تو بازی. چی؟ اینو گردن گرفتم همین سروش مافیاست دیگه. سروش باشه میگه بین من و کوروش مافیاست. امیرحسین دلیل نمیکنه امیرحسین میگه جفتمون کاور کرده. ببین شاهین شهروند داری؟ خیر. مثلا بگم شاهین شهروند داشته باشه من چیز عجیب غریبی فهمیده باشه که من نفهمیده باشم. من این پلیر داره اذیتم میکنه. مشکلی داره واضحه و تو بازی من سر به 1 2 3 4 5 نفر گفتم من شهروندم. شیشوی مشکوکی گفته با دست من بازی میکنه. تو من اینجوری گرفتی واسه چه فکر کرده؟ فکر چه بیام من قانع کنم که شهروندی. اصلا
اینجور با من بازی کردن اشتباهه، چون من خیلی گوش میدم هر کسی هم بهم تارگت بزنه رو الزام باش ساید نمیگیرم. اگه شهروندی مسیر خیلی اشتباهه. من میخوام شاهین رو حذف کنم، کارت شما ببینم تو بازی چیه. خیلی از افرادی که دارن شاهین رو تارگت میزنن فکت مافیایی اصلا براشون نیست، یعنی برای چیزای درست دارن صحبت میکنن. من میتونم جریان متضادم فکر کنم ولی باز به چیزی نمیرسم. من فعلا به شما دیگه تارگت ندارم. حقیقت خوب بازم چیزی که تو گفتی نظرم نه اوکی اولویت هم نیست. من این لوکیشن توش یک مافیا حداقل دارم، امکان نداره توی این دو نفر مافیا نباشه. خیلی جهان عجیبیه که تو شهروند باشی ها، چون میدونی چرا؟ چون اون مافیا یک جمله تمام، من اون شهروند دارم، خودم شهروندشم، تو هم شهروند باشی، باید 100% مافیا باشه، باید 100% مافیا باشه. اون شهروند باشه رو اینم نیست مثلا مافیا تمام. من به نظرم همین ساید شهروند مافیا اونقدر شکل نگرفت. حالا من نظرم اینه حتی تو بگی سروش مافیاست باید کارتش رو خط بزنی، باید بگی تو امیرحسین، محمد الیاس، آرمین یه دونه مافیا داره، ما باید اولویت کارت الیاس هم خط بزنیم. سروش مافیا باشه بگی تو مفرود آرمین یار داره که من تو رو گردم بگی تو موزه یارش یا یارش تارگت نمیخوره یا موزه یارش از شهرم بالاتر که تو اون جنگ دخالت نکرده. بعد این مدلی بگی که بکن محمد الیاس هم توی رولاخه، من تو پویان سوریسوی میشه بیشتر یه دونه مافیا داره، نمیتونی تعریف کنید من مافیا داری ندارید. این دوتا رو هم که کاور کردی گفت این دیالوگا هم یار نیست که مافیا تاریخ نمیزنید دیگه که دوتا مافیا داره. من به نظرم تو آرمین محمد الیاس حتما مافیا هست. یعنی میگم من اینو بگم آزاد دوتاشون هم با مافیا باشن. میدونی چرا؟ چون ساید شهروند مافیا بود خیلی زودتر میفهمیدن باید همدیگر گردن بگیرن، کسی دقیق‌تر نمی‌کرد. من یه اصحایی اصلا میرم گرداننده بکنم چون صحبت‌ها بی کوچولو زیاده، یکم بعد از اینکه صحبت کردم ببخشید. اصلا چه شهروند چه مافیا بین آرمین و الیاس ساید سالمه. اصلا درست‌ترین مسیر خط کشی تو واسه من داشتم. من شاهین به نظرم مافیا بود، این مسیر نداشت به مافیام تارگت بزنه، اینو آوردم تو سایت. خودم می‌خوام مافیام واسه خودم آوردم تو سایت. آقای آرمین مافیامو کاور کرده تو سایت، آقای دانیال پنجبشی مافیا داشت ولی کسی که مافیا کاور کرده اون شهروند مثلا بین 5 تا بود. آقای الیاس میگه بین شاهین و آقای آرمین تو بازی یه دونه مافیاست. تو مربع خودش من شاهین آرمین دو تا مافیا. خب من مافیا منو شما مافیا ندارید، تو میدونید مافیا خود میشه سیف مافیا که. حالا آقای شاهین چالش کی تو بازی گرفت چی گفتش که دک من مثلا مقصود گفت شهروند خود به نظر تو بازی شاهین مافیاست. وقتی به من شهروند که دک بهم گفت شهروند تارگت بزن حتما باید اگه کارتی تو بازی پاور بگیره. پس خودش اگه مافیا بشه حتما تو الیاس آقای آرمین تو بازی پس با فرض شهروندی مافیا آقای شاهین بین الیاس آقای آرمین که حتما تو بازی مافیاست. حالا من که روز اگه نمایندگی بودم تو سروشو حذف کن. چرا؟ چون فهمیده روز معارفه و روز یک آقای شاهین شو شهروندش کیار تارگت کرد در صحبتش. من الیاس آقای سهیل آقای آرمین خودش کیار مافیا داره؟ خودش منو مافیا داره با تو. چجوری فهمیدی شو شهرونده؟ چجوری فهمیدی شو شهرونده این آقای شاهین؟ چالش هم واسه سروش بعد صحبت خودت مسئله گردن گرفتن نکته اول اینکه من شما رو اصلا دخیل نکردم تو این سایده، گفتم دانیال با آقای کوروش گلیایی یک خیر چه اشتباهه. آقای محمد الیاس نه شما مافیا دکه نیست، داره با دست آقای کوروش گلیایی بازی میکنه. کوروش گلیایی کی میخواد از کنه؟ شاهین. و تو ذهنیت بچه‌ها واسه چربن باشه دیگه. نکته اول چه این تحلیل نکردی تو خط کشی‌های ذهنی دانیال پنجباشی تو ترنس با چالش گیره پاور گذاشت خود آقای شاهین، چالش گیره با ترنس آقای کوروش پاور گذاشت شاهین. این آقای شما مافیا داره با دست آقای کوروش گلیایی چربن میخواد مافیا از کنه. این داره پاور میده چربن که یاد هست کنه. منطقتون اروره. پس همین الان بس کن بازیتونو. آرمین مافیاست. ناچ بازی استاد چالش گرفته گفته آرمین مافیاست با آقای شاهین. دکتون اینجاست. شاهین مافیاست گفته بین آرمین و سهیل یه دونه مافیاست. این آقای الیاس هم مافیاست. بعضی خود دارن همدیگه رو تارگت میکنن. سیتای باکس دارن همدیگه تارگت میکنن. و منطقی داره میاد اشتباه و توی سایت مافیا هست. هرچی من بخوام روی پاور بزنم پاورم بیشتر روی میذارم که اینا فهمید. باید به این تارگت بزنم اولویتش این باشه. اولویتش گذاشته رو شاهین. دیگه داره بریم میگه مافیا. اینو تحلیل نمیکنه داره شاهین تارگت. تشکر برادر. خب من صحبت کنم گوش بدید. یادم حرف ندارم ولی خود مافیا برادر درتون می‌خوره. آقای علی موقع اعتقاد داره که من باید برم الیاس گردن گرفت. صفر گردن نگرفتم. آدر من مافیا باشه. من چالش گرفتم الیاس گردن گرفتم. چالش هم گرفتم تا الیاس گردن گرفتم. یه دونه چالش دارم تا الیاس گردن گرفتم. اینکه رو کنم برات تو مافیا باشه نمیتونم سند کنم. منطق کارت مافیا سروش آقای پویان نجبی اگه سروش میگه حتما توی من شاهین یاقی نیست که پرده اینجوری مثلا شو شرمنده که تیم رو گردن میگیره بس امکان نداره جفت شرمن میشیم بره یه شرمن گردن میگیره درسته مثلا بین ما یاقی باشه مثلا اینجا رو حل کنه آقای امیرحسین مقصودی
خود اگر شهروند دارم بدون بالا آخر من آدم خوشبلی هستم، اگر شهروند گردن من گردن بگید، چون خارج سایدا بین تاریخ حتما مافیا هست. امروز آقای الیاس عزیزی حذف می‌کنید، چون الیاس هر جوری بخواد دک بچینه چیزی تو اروره، بخواد بگه شاهین مافیاست، عمری من یارش نیستم، ببین منو داخل کنم ولی وقتی کاورش کردم، عمری اونور یار نداره، جفتشون می‌خوام بیان اینجا بازی ببندم بین تومون. پویان که کاور کردی، امیرحسین کاور کردی، برجم کاور کردی، واسه اینه که لیکن مافیا بس خود تعریف کنم از اونجایی که شهروند باشه مهم نیست یا الیاس مافیاست. ممنونم. سوچم کاور می‌کنم، شاهین کاور می‌کنم. آرمین جان ممنون. بویان امیرحسین یک شاهین کوروش امیرحسین کوروش پنج سه میشه پنج چرا میشه خودش عدالایی نمیشه سه نفرن خود من امیرحسین علی امیرحسین آرمین تمام شد. من چه حجم فکت تو بازی گذاشتم کنار همین چیزی که شما میگی این نیست که حرف ما غلط باشه، حرف ما خطا داره. پس از من چون 100% با حرف ما مخالف نبودی، تشریح اصلاحی آوردی، چون خود من اول گفتم بین 1 2 3 باید 1 الی 2 مافیا باشه، تو نهایت فقط با اون مخالف با این دو تا که اصلا مخالفت نمی‌کنی. من الگون تو بازی مافیا تو این مقطع این شرایط خاص 2 نفره، یکی علی نوروزیه چون خیلی بیرحمه، من یاد گرفتم با مثل اون بیرحم باشم، دومیشم رضا خانه، مثلا میخوام بیارم تو دفاعیه رو چه به نظرم مافیا نبودی، نه یا ساید بازی رو البته بین آرمین و الیاس ساید سالمه، یکیشون بره مافیا. به نظر رفتار شاهین کارت شهروندی که امروز مافیا هست، یعنی روز معرفه انقدر تارگت خورده، مافیا داشت بیارش بالا دیگه، کاورش باید چه برده بالا. اصلا اینو بکن میخونه مافیا، فردا تو زنه درگیری کارت شاهین شه دیگه. به شاهین شهروند یا مافیا رفته باز کاورش کرده. نمیفهم رفتار شما دو که عجیب غریب بود. شما دوتا جفتتون مسیرتون گردن گرفتن پویان عجیبتون خود رو بزد، پویان روز معرفه واسه شهروند خودتون شهروندی مسیر تک گردن گرفتن سهیل. اصلا نشیدم اسم سهیل بیاری بگی تک میخوام سهیل رو از کنم، چون بازی شهروندی رو دیدم، بازی شهروندی بیرحمه. خود پروش مثلا شهروند سروش اشتباه آوردی بالا، از این سایده بعد جفتشون میآوردی بالا، من الیاس میارم. سروش من بس الیاس تو ما رسید چه خبره؟ من که کاوره امیرحسین اشتباه کردی. پس من میگم یا شما مافیا کاور کردی یا بین تو مافیا هست، این مدلی آوردی بالا. چون آرمین که ترن آخرش این چی گفت الیاس با من مافیا است. پس تو ذهن شاهین اومد مافیا نیست. شاهین داشته توسط امیرحسین مسعودی شهروند و کوروش شهروند تارگت میخورده، اون آقای دانیل بنیامینی هم داشت تارگتش میکرد. من چی گفتم؟ دیوانه‌ام دیگه. گفتم آقا ما کارتون رو خط بزنی، آدم تو آرمین که من دیگه یا یه دونه که دو تاشون مافیا باشه، بی من میگی این مافیا که باید بگی الیاس شو شهروند دیگه که باید تارگتش کنه که آرمین کیا به نظرم خیلی مهمه. بزن روزی موضوع نداشتی الان ممنون داداش. من تام سروش قشنگ بود صحبتات، جذاب دوست داشتم. آره کوروش گله، پس من مافیا. شما خصلت این بودی که غول بازی کنی دیگه، به گفته علی نوروزی و یک بنده خدای دیگه دوست داشتی بیرم بازی کنی. دور کاور کردم، دنگ اول نمایندگی به کی دادی؟ کوروش گلیایی. اصلا چی که من داشتم به کارت می‌زدم چی بوده؟ این استاد بوده دنگ داد. زنگ چهار خودم من بهت دادم. آرمین کیا کسی بوده که مثلا مخصوص می‌خواسته منو گفته آی کوروش گلیایی چون اول شده حتما سروش بیاد هست دنگ 5 داده بهم. و با کی یارم؟ همین الان رو خوردی. اصلا موچین خار مادرم شو شهروند داده که تو من. هر چقدر ایشون بعد اول چی اولویت کارتش باید کی بود؟ بعد همون جایی که داشت تارگت می‌زد من شهروند به خاطر رفتم میشه تا اشتباه دارم کاور می‌کنم به شهروند تارگت می‌زنم. بعد لوکیشن پی او وی خودش رو بیاره. نه که با دو تا تارگت من ذهنش به هم بریزه میگه من می‌خوام بیرم باشم. بعد کوروش کلی تو بازی مافیا هست، شما نفهمیدید. تو پی او وی من ایشون مافیاست. شما خارج ترای بویا. هی میگی سوال گردن بگیر. سوال من نفهمیدم مافیاست شهرونده. چیکار کنم؟ پی او وی شماست که باید تارگتش کنید. من کارتم دو جا دیگه درگیره. سروش ممنونم. من دیگه چیز صرفا نسبت به کارت سروش میگم، حجم تحلیل ها و حجم ساده بازی اینقدر نیست که تو داری انرژی میذاری تو بازی. اصلا نیازی نیست انقدر داد بیداد کنی، فکت‌ها رو نقض کنی.
من یکی این که امروز منو حذف نمی‌کنید، دو اینکه میگید من تو ارورم. من نیاز دارم اصلا بخوام چین 3 نفره ببندم خودم با 9 تا باید برم بیرون، چون تو ذهنم بگم بین اینا یه دونه است، حتی بگم این تو بازی سیفه باید بگم اینجا هم یه دونه است، هنوز نرسیدم به مافیا اینجا. اینو تو ترنم باید تارگت کنم، ولی وقتی نفهمیدم بین این دو تا کی مافیاست نمیتونم تارگت کنم. من یه فکت شهروندی میام برای خودم، بازم کافیه به من بگید مافیا خودتون میرین تو ارور، چون به من بگید مافیا باید بگید یا آرمین تو بازی بین این دو تا باید شهروند باشه دیگه. مثلا شاهین به نظرتون تو بازی شهروند باشه، پویان با کارت مافیا من شهرونده، دانیال نمیتونه یارم باشه چالش بگیره بگه اینجا تو بازی سایده، کوروشم که با کارت مافیا خودم با کاوری که کردم مثلا شهرونده. این سه تا شهرونده دارن شاهین رو تارگت میکنن، خودم گردنش نگرفتم. تمام کسایی که شاهین تو بازی کاور کردنم یارای من نمیتونن باشن، پس من نوچینم تو بازی. من که رأی نمیدین امروز. الیاس دوستان رأی خروج واسه آقای سروش 1 2 3 رأی خروج واسه آقای الیاس 4 رأی. دوستان با احتساب رأی خیانت رأی‌ها 4 برابر. دوستان در شبی که گذشت خداحافظی می‌کنیم با آقای کوروش. دوستان استلام وضعیت واسه کوروش بده. شب روزگار استلام وضعیت روز 2 بازی آقای آرمین آقا امروز سروش حذف می‌کنید. نه سروش امروز تگرای حذف می‌کنید. 4 رأی من برای چی بوده؟ این آقای سهیل مسعود و شاهین خود اصلا مسیح نشون رأی دو بدین. تو تهران گفتم نو چینم تو بازی. اصلا شهروندی من امروز شو شده. 4 نفر بهم رأی دو دارن. خارجش همیشه خود سروش که روش مثبت بوده نمیارمش داخل رو کوروش مثبت بزنم که اونو بخوام حذف کنم. ساید آواز کنم. پس خود این تو بازی شهروند تو ساید نیست. علی مومن تو بازی شهروند میشه، پویا تو بازی شهروند میشه. پس کسی که به این رأی داد تو بازی شهروند بوده. اینا میدونستن کوروش تو بازی مثبت داره، چون این قرار بود شاهین بیاره. تو رو کاور میکنم بین خودت اون آقای آرمین سوی تو بازی 2 تا مافیا این چینه تمام شد. چین همینه. من تو بازی شهروندم. نکست. سروش سیفور صفر کاور میکنم. فکر کن سروش سیفور مافیاست. یک نفر رو گردن گرفته تو بازی رو خوش پلاس گذاشته که بره. حالا آقای الیاس با کارت شهروندی سروش سیفور، من مافیا، شاهین مافیا، امیرحسین مافیا، سوی تو رأی داده بهش دیگه. تو سوی مافیا دیدیم روی این پلاس این سه تا بود 4 داره میره. ما ندیدیم این مسابقه کردیم دو شبا بشینیم یه بار اگر هم شبا میالمون گل نه شبا بده میره بود بیاد علیمون که شما مافیاست. علیمون شما بود پول از مافیاست نه برای تو برگردیم. آقا من یه فایل شهر باشه به لینک ما میپذیریم. این آقای سهیل تیمش اصلا در مورد مجلس حرف میزد، اصلا اونقدر تارگتش کرد که بخواد بهش رأی دو بده. چرا رأی دو داد؟ تارگت زد این کی بود؟ تو بودی، واسه همین روش پلاس بود. گرفتی چی میگم از دلم؟ واسه همین آقا پلاس بود. تو بری بیرون کی موضع میگیره؟ کاور کننده موضع میگیره. کی سروش که اومد تو دفاع 2 3 نفر به این آقا رأی دو دادم. کوروش که میدونی شهرونده، پویان رجبی و آقای دانیال توشون 2 تا مافیا داری؟ این خودش به اینا تارگت نزد. پس یه شهروند با رأی حداقل 2 شهروند داشته از بازی خارج می‌شده. چرا اینا باید یهو ریج کنن 4 نفر که خودشون روزه یک من ترنم آخر چی گفتم؟ گفتم من سایه شهروندی تشکیل نشد تو کسی که سیف کردن نگیده. اینا اینقدر اینا نکرد که الیاس مافیاست. دیدن این فرادو دهنشون آوردن. این چه دیگه میشه؟ اینا می‌دونن شب پلاس بوده روی آقای کوروش کلی. پس من اگه خود شهروندی میگم آرمین تو که دیگه اگه مافیا که اینجا علی حسین سر مافیا سروشون کارت خودم شهروندی داشت. دیروز یه 2 دادم اونم شهروند بوده مثبت با مثبت بودن رأی آقای کوروش باید بره این آقا بگیم شهروند تو راه 2 این که خیلی خوب باشه. خب 2 اینو داد این شهر این تو ذهن تو شهروند. دیروز کی داشت از کارت شهروندی استاد پاور میگه تو روند بازی آقای سروش تحلیل بود بین کی؟ بین کوروش و دانیال. دانیال 56 کسی مافیا داره. کارت خودم شهروندی 2 تا یار دا خارج از این سایت داره آقای دانیال 56 با مثبتی که کوروش بده فرش
نیست سروش از روند بازی از فصلش که حتما مافیاست. تو اگه مافیا بودی کار اینجوری دیالوگ کردی کارت خیلی زشت بود، حتما بهت میگم مافیا. چی شد؟ الیاس به نظر مافیاست؟ الیاس به نظر مافیاست؟ منم همین چینو دارم. من نمیدونم، نمیفهمم. به نظرم سهیل آرمین با هم چینن، بقیه شهروندی. من که شهروند واسه شما بعد ما بکنید که حتما تو یک مافیاست، امکان نداره تو مافیا حتی اگه الیاس رو بگم شهروند تو اگه موقع باکسی با هم مافیایی دو تا داری میگی بین من بکنید سروش کارت مافیایی کشیده دنگ نمایندگی شده داده شب خوابیده پلاس گذاشته خودش بره از اینکه فک شهروندی مطمئنشه که دنگشو داده به طرف چرا من پلاس بذاره خودش وقتی داره تارگت میکنه حتما تو مافیای المومنت اوکی سروش مافیاست دیروز چرا با شهروند دخالت نکردی بهش رای بدی چرا دخالت نکردی رای بدی پس علم مداخله علی مومن به نظر من بین امیر حسین که دیروز بهش گفته شهروند با پلاس این بعد اون باید شهروند باشه خودم هم که کارتم دیدم شهروندی که 3 تا پیر شهروند رای کشیده آرمین مشکوک داره امروز به واسش توضیح میدی آز بعد پلی داره حتما پویا مافیاست تو دک حتما آقای سوهل به نظر تو مافیا سوازی دیروز رأی آقای الیاس کیا بودن؟ من بودم آقای امیر حسین بود و آرمین کیا؟ سوهل اوکی سروش بذاری مافیا رو میخوری سروش مافیا باشه این چینش نمیشه تو بازی اینجوری سر تو دیسلایک میده مثبت رو نمیذاره تو بازی الیاس چینش نمیشه من بین من سروش آقای آرمین نظر تو چند تا مافیا اون من کاور کردی نهایت گفتن آرمین کاور کرد بعد بگی بین ما منطقا یه دونه مافیا تو بازی کی چینشه این چینشه تو بازی بهش دو دادی یا این به اون بگی مافیا که ارور میخوری بعد بگی من الیاس مافیا باشه بعد بگی چینش نهای دانیال بنده باشه تو بازی بعد این دو تا که فعلا چینن بین آقای پویان آیه آرمین آیه علیمون یه دونه به نظر مافیا دیگه میشه تو بازی تمام من ذهنیتم میگه سروش مافیا باشه مافیا کم میاره چی میگه من چالش میدم به تو ولی تو حتما چالش بده به آرمین چون صحبت آرمین مثلا خیلی مهمه استاد بزرگ من تو بتل روز پس ضعیفم یه دنگ نمایندگی اول شب مثبت دیدم من نتونستم حذف کنم چون شب شاتش کنم من نمیتونم تو روز یه تارگت ریز بزنم استاد تو رأیایی که بهت دادن اینا دیدن شهروند دو تا یه شهروند اصلا سه تا کیوب شهروند زدن اینا مثبت گذاشتن می‌خواستن شب بخوام من اومدم امیر حسین مقصودلو داشته به آقای کروشکلیایی گفت آقای کروشکلیایی اشتباه کردی آقای سروش صفر آوردی بعد ساید مخالفشو میآوردی من مافیا بین سهیل آرمین با آقای امیر حسین که مافیا پس مافیا قطعی من باشم بعد اگر چین معرفت و روزیه که دست اشتباه بوده به دو تا شهرات در بیزنه هم آرمین کیا هم آقای شاهین ارور خوردی شد تک الیاس این میره کارت شرکی باشه بعد میره بین پویان علی مومن اگه من نبودم تو بازی بعدم میاد ایشو از میکنه امروز موزه میگیره و چی داد زدی امروز چی فهمیدی؟ گفتی من امروز بیرون نمیرم چی فهمیدی؟ کی؟ چه ستای مافیا چیه؟ من گردم تو که امروز هست بودم که یه منطق چرا نمیتونم به سروش بگم مافیا چون کیا بهش رای دادم پویان رجبی دانیال پنجمی سومی کی بوده؟ آقا اون کی رفت اون کی شما خودم بهش گفتم شهروند شما دو تا هویت کارت بازی سروش این بازی چی بود؟ از روز معرفه یک شهروندی شاهین پاور اونقدر رو شاهین نذار بس بگم نمیتونم بگم شما باید از بیس مافیا شاهین تو بازی بگیم بگیم مافیا خودتون روز پاور رو شاهین نذاشتید که بگیم نمیتونیم بگیم مافیا فکت یک حالا این برو صحبت کن نه چالش میدم بعد از من صحبت کن تو یا پویان بگی یا دانیال بگی خب باشه بیا آروم صحبت کنیم خودت بهم رای 2 دادی شاهین بهم رای 2 داده آرمین بهم رای 2 داده با سهیل تو چه جایگاهی تو جایگاهی که شهروند داشته با رای پلاس میرفته بیرون پس این 4 نفر به من رای 2 دادن تا اینجا اینا نمیتونن یارم باشن بر حسب دیالوگا روز یکشون و رای 2 که بهم دادن خارجش اینا کیا میشه علی مومن با خود دانیال دیگه بین اینا چند تا مافیا اون که به نظر تو بازی شهروند بوده خودت تو بازی نماینده کرده بین این دو تا ماکسیمم یه دونه یار داشته باشم دیگه اون که گفته اینجا تو بازی ساید اون رای نمایندگیش برای تو بوده که منو بیاری اینجا نمیتونم یار داشته پس من نوچینم تو بازی دیگه حالا این سوال به من بگید شهروند این تو بازی شهروند داشته میرفته بیرون چه نیازی داشته این 4 تا به من رای بدن که این تو بازی بشینه به تو دارم میگم شهروند چون این میخواسته تو رو حذف کنه کوروش میخواسته تو رو حذف کنه مثبت روش بوده این چرا مافیاست داشت این دارم میگم تو شهروندی بین مسئول و آرمین سوی تو بازی با 2 تا مافیا باشه این چی الان 2-3 نفر اعتقاد دارن علیمون 100% مافیاست علیمون گفته علیمون 100% مافیاست بین تو کی یارشه الیاس یارشه رای اولی شهروند پر نکرد شهروند بیرون پلاس گذاشته رای نمیده مگه میشه وای بگه بخوای بگی علیمون مافیاست بگی باکس مافیا که به ایشون رای نده دیگه
بخوای بگی علی آقا من شهروند رای دادم با سروش، آقای کوروش کلوی خونده شهروند رای داد سروش، یه مافیا دخالت کرد رای دیگه که پلاسش بوده. پلاس برای چی کوروش بوده؟ کوروش تو کل بازی به این تارگت زد مگه؟ به همه گفت خوش پلی هم فقط دور بکنم بیرون. پلاس روش بود رو. تو تا قبل اینکه نماینده بشه فکر می‌کردی سروشو بیاره؟ امروز بعد 9 نفریم اشکال نداره. من که رای میدم به سروش فقط باید سروش بره. من کار شهروندی میگه فقط سروش مافیا تو بازی. تو شهروند بخوام الان دیروز داشتی کامل می‌کرده تو رو کیا تارگت کرده؟ من شهروند اون یکی شهروند. من نه اولش مافیا تو امروز کار تارگت کرده. نه این مافیا تو تارگت کرده اون مافیا که الیاس تارگت کرده. پلاس ول کن دیگه 10 نفر است 5 تا که نمایندگی اون آورده 5 تا که نمایندگی من یک دور تا که نمایندگی نیورده. پس تو شینمون شاهین بوده ما کوش 5 نماینده شدیم شاهین شو شهروند دیگه یه رای دو آقا الیاس باز شهروندی خودم دکش بهم گفته شهروند خودم از کارت شهروندی شاهین منو کوروش که نماینده 5 شدیم بس خودم باز شهروند چون اگه من مافیا باشم کوروشم بین من و کوروش که نماینده شد دیروز یه دونه مافیا باشه یا که در مهمون میدیم شهروند از اون سایدمون باز شه که پس از کارت شهروندی شاهین وقتی 5 تا میذاریم این دو سال نمایندگی شهروند خودم شهروندم تاش تو نقطه الیاس میکنه بین سویل آرمی تو اون مافیا میگرده دیگه مثبت منفی اینا چیه شاهینی که دیگه امروز دیگه شهروندش وارد بازی شده خودم که شهروندم تاش میکنه بین دو مافیا میگرده دیگه مشکل چیه حساب چالش بعد آرمی چالش داره راه داره تو راه داره تو این نقطه ساید منو باز کنیم الیاس نکنیم بیرون کلیمو میکنیم بیرون یه دقیقه گوش بده فکت منطقی گوش بده اینا دارن میگن که شاهین دیروز شهروند بوده کوروش می‌خواسته شاهین شهروند رو حذف کنه اون آجر خورده تو سرش پیدا اون شهروندا رو تو بازی صفر کاور کرده خوش بدید نمایندگیراش بلند بشه بره از بیرون در اینطوری اینو تارگت می‌کنه خب اون تنها آدم مافیا سوری صفر بود که این یاقی باشه این پیداش وسط موزه این بیاره پایین این بشینه خودش بره این فردا بده که یارو سیتی باز داشته باشه یارو سیتی کدوم بود علی مومن شو مافیاست امروز یه دونه اصلا به تو شک کردم آزار علی مومن پویان دانیال با هم مافیا شدن اینم آز داره پس نیستن خود از بازی میری بیرون وصیت می‌کنه من میری بیرون وصیت می‌کنه من بعد از من صحبت کن آقا تو 9 نفر سایت باز کنیم چه بازی یاقی داره فردا بعد بگید دوباره یاقی پیدا کنیم امروز مافیا بکنید بیرون کارت من میگه سروش مافیاس بشه بعد دوست پستای شما من نمیدونم به شما دیروز ما نمیدونستم اصلا اون میره من که نمیدونستم اون میره رای دادم 3 رای شده تو زنم بعد فردا اینو گردن میگیرم پلاس روش بده مساوی شده نشسته می‌کنین بکنید بیرون یارش علی مومنی که رای نداده به اولی یارش کیه پویانی که رای نداده به اولی پویان رای داده فقط من رای دادم یه پویان یه مافیا رای داده فقط اون شهروند اولی اونطور با هم باکس کاور می‌کنه علی مومنی گردن میگیره که بهشون رای نداده مگه میتونی اصلا بگی اون دو تا باکس با هم شهروند امروز می‌خوام علی مومنی بکنم بیرون که رای داده بهشون نداده فقط سروش من فقط به سروش رای میدم من بودم شاهین جان یه لحظه دیالوگ منو گوش کن ما 4 تا تقسیم شدیم دیگه زرگری تو بازی نیست یا بین من دانیال پویان علی مومن تو بازی دکه یا بین مقصود و این دوتا بارمین دکه دیگه داریم همه طور قانع میکنیم این دیالوگ گوش کن اما مثلا مقصود به نظرش من تو بازی مافیام بین کسایی که رای دادن به این شهروندی که تو کارت مافیا من شهرونده دیگه اما مثلا مقصود میگه من تو بازی مافیام این شهرونده بین کسایی که رای دادن به این بعد یه دونه یار داشته باشم درسته پس اینجا یه دونه یار دارم اینا نمیتونن جفتشون با هم یار باشن سیف یار من میدونه که میشه علی مومن این داره تو صورت علی مومن نگاه میکنه داره دیالوگ میکنه این اینقدر نوازه من چه نمیدونم ببین یه چی بهت بگم اینقدر آدز بذارم تو بازی شهروندی باید بگم این 3 تا با تو بازی مافیان اینجوری هم امروز ما 4 تا رای میدیم به این 4 تا رای میدن به من ما دوباره دفاعی دیروز رو قرار تو رو قانع کنیم من چالش باید بک بدم به سوری چالش میدم سوری بعد از من صحبت کنم بهش همینجوری که داری صحبت می‌کنی من احساس می‌کنم تو اروری ببین چرا تنها حالتی که بگم حسین مقتول تو بازی مافیاست اینه که تو آیه سروش با هم دیگه تو بازی شهروند باشین چون سروش هم مثبت گذاشت آقای کوروش شب گذاشت روش یه عده رای دادن به سروش شب هم رفتن نشاط کرد برای چکوله کرد بکنش بیرون مگه میشه حالا ولش کن سروش به نظر مافیاست باید بگین آقای مسئولی تو بازی شهرونده من خودم کارتم دیدم شهروند 2 تا شهروند به تو رای دادیم سهیل و آقای آرمی به نظر باندی تو بازی مافیا به تو رای دادن اون یکی مافیا دیگه کیه تو بازی برون میخوره این شکلی که خیلی عجیب غریبه من کارت دستم میگه سروش شهرونده تو کارت میگه سروش مافیا بعد مثلا تو مافیا باشی فقط چینتون میشه تو بازی همین شکلیه تو هم مسیر رای دادن به سروش نشید تو نظر من شهروند بودم اون مافیا بوده سروش من کاور می‌کرد یه روز تارگت می‌کرد چون سروش رای دادیم خیلی عجیب بود عجباشی که داره لایق ترین حالت ممکن بازی میکنه چون کارت خود شهروندی این شهروند این فکت تو ذهن نمیاد این چرا باید دنگشو بده به این شهرونده که خودش قرار بیاره بکنه این داشته بهش تارگت میزنه اون که بهش تارگت نمیزد که من دیروز گفتم اینو به خودت گفتم اینو مافیا داری بیا داشت اینو
تارگت کن. پس این که به نظر من اصلا من نمیتونم به تو بگم مافیا، ولی این بذر نباشه اگه این شهروند باشه چی؟ من که خودم شهروندم، با پلاسمون که اون شهرونده، آرمین هم که خودت شهروند داشتی دیگه، خودت هم که کار شهروندی دیگه، فردا اینجوری صحبت نکن ذهنم درگیر میشه. امروز نه جدی دارم میگم ذهنمو درگیر میکنی. نمیدونم تو بین آقای الیاس، آقای پنجه‌باشی، پویان، علیمون به نظر من که مافیاست با بیس مافیا. این اول بعد من سوال دیتون 1 2 3 آقا این سوالی ازت دارم، مثلا آخر باکسشون با هم مافیا باشه احتمالش هست اما این مثبت که کوروش بوده یکی از رای من خودم کارتم شهروندیه بودش، این شهروند اصلا با مجبور بودن کارت مثبت بوده 4 تا پیو شهروند رد نمیشه. خب جوکر تایم داره میگه، برنامه خودشو داره میگه علی مومن سیف مافیا 4 تا شهروند رای دادن به شهروند علی مومن با دست 4 تا شهروند رای دادن به الیاس. مگه میشه این ذهنیت داشت؟ میگه خودت سوئیل امیرحسین نصری شاهین 4 تا شهروند که آت گذاشتی واسه شهروند رای داد. خب اون مافیا بلد نیستی، پس بعد بازی میگم مافیا بلد نیستی با دست 4 تا شهروند را حذف نکردی. من آز تو ذهنم اومد که چون اینو هر کدوم با کارت مافیا برن یکی پاور میگیره تو بازی، کارت خودم شهروندی رای دادم به سروش، اونو خونده شهروند. اصلا این مافیا پلاس مگه روش نبوده؟ واقعا اینو دیگه شهروند چون نرفته بیرون. اصلا نمیدونم دیگه آزار جفتتون با هم باکس با هم مافیا باشین. من برای شما بگیر رای خودم، کارت خودم شهروندی، یه دونه هم کروش بوده، باید حتما یکی من میگم شهروندی شو. نمیدونم اگه دیتای قطعی رو شهروندی سروش داری الیاس گردن نگیر. اگر دیتای قطعی رو مافیا الیاس داری گردنش بگیر. اگر دیتای خاصی نداری باید آرمیکیا رو گردن بگیری. میدونی چی میگم؟ باید آرمیکیا رو گردن بگیری اگه دیتای خاصی نداری. چون تو کسی بودی دیروز که با من داشتی تو معادل الیاس آرمیکیا دنبال مافیا میگشتی، پس من تو ذهن دنبال مافیا نبودم. اگه من خودم هم رایدو ندادم به سروش و سروش رو مافیا نداشتم، حتی کارتشون یه مدلی شد چون اینا دیتا داشتن با مدل پلاس که به این دو دادم ولی خودشون قطعی تاریخش نکردم. دیگه دیالوگ زابازه باز کردم اینو قطعی دیتا شهروندیشو داری اون رو گردن نگیر. تنها حالت گردن میگیر اینجا میگه دیتا قطعی مافیا شده شدی. پس اگر دیتا نداری با من به آرمیکیا رای بده تمام شده رفت دیگه. اینجوری دیگه خیلی شد کردم شد. علی جان ممنونم داداش. دوستان عزیز رای گیری. رای واسه آرمین 3 رای، علی 2 رای، سهیل، سروش 4 رای، الیاس 4 رای، امیرحسین، دانیال، شاهین، پویان. دوستان سروش توی رای گیری نمیاد. الیاس تکلیفا. الیاس تارگت کاور. تارگت شما تارگت نمیخوای؟ جان تارگت سروش کاور الیاس. چرا تارگت نگرفتی امیرحسین؟ چرا نگرفتی ما؟ چرا تارگت نگرفتی؟ نه دارم سوال اتک منم داداش، چرا اتک نگرفتی؟ 3 ترمون مچل کردیم میگیم محمد الیاس مافیاس ما رو به شهروندی تو من دارم بهش تارگت میزنم. یه نکته من یه چیز بهتون بگم، من شهروند کارت خودم که دیدم شهروند اینا دیدم بین اینا یه دونه مافیاست، دیدم پلاس گذاشتن رو شهروند قرار من شهروند برم آجر خورده تو سرشون رای 4 بدادم واسه من شهروند من نگه دارن. پس واسه همین اینا من تارگت نمیزنم. امروز تگ آقای الیاس میره تگ. شما من چای سر سوال نگرفتی، راهنمایی رو من بلند کردی، انگاری استرام مثبت داشتی گفتی تگ سروش بیا تگ سروش بره. چرا بعد تو تیرت گفتی که سروش اگه شهروندی ببره اونها رو تارگت بزن؟ من میشه یکی اینقدر تناقض داشته تو صحبتات. شما برو داشت ما بفهمیم آقای مقصودان چیه. سروش تشکر. آقا من نیست بگم من دفاعی شما دیالوگ عجیبی گفت عجیبی گفت ولی اون رای دلش استاد شرط مافیا الیاس که یارش خودت باشی. الیاس با 1 2 3 4 که چی نمیشه درسته؟ 4 تا رای دو داشته. اوکی 4 تا رای دو داشته دیگه. تو من علی مومن که خودت نمیتونی بگی مافیا نمیدونم کدومتون وکیلی زدیم به این عجیب غریبی. من خودم شاید این وکیله من اون دیالوگ کرد گردنش کردم رای هم دادم بهش. من میگم الیاس اون فدا شد
برو داداش تو نه تا از ذهنیت من شهروند بود یه مافیا بود من باکسشون با هم حتی مافیا داشتم علی مومن کل ذهنی من بودگر حذف کنید کارشنوندیم جلو علی مومن شما فردی کیو حذف می‌کنی؟ نه همیشه مقصولو حذف می‌کنیم. این چرا؟ این سابقه بازی داره، یه سطح بازی داره، میفهمه وقتی 4 نفر دیروز با خودش به من رای دادن اینم تو بازی شهروند داره نمیتونه با تو دیالوگ کنه بین اینا تارگت نزنه، چون من کارت مافیاییم، بیس مافیای من میگه بین خودت پویان دانیال تو بازی تو یار دارم، بیس مافیای من این جمله رو میگه. این چرا؟ چون خودش بهم رای داده، خودش که نمیتونه یارم باشه. شاهین بهم رای داده، یارم که نیست، انقدر دارم باش دیالوگ میکنم باز بزنه به من. آرمین یارم نیست باز بزنه به من. اینم که نمیتونه. اینا که بهم رای دادن امروز دوباره دارن من تارگت میکنن. این میفهمه من نوچینم. پس این که تو بازی مافیاست هیچی. سوسیفو رو خواستین آز بدین ندین کاری ندارم. شاهین نابودم کرد تو بازی. اون صفا فکر ناز کنم واسه من این تو بازی با هم مافیاییم. دون هکر تو دفاعیه بودن. پس یاقی زیر من کشیده دیگه. این یاقی هنوز داره منو از میکنه. ممنونم. دوستان رأی خروج واسه آقای الیاس. این بود بریم تو 80 تو ساید من و مقصود دوباره چیز کنین. آقا فردا توی اگه شاید نشست که هیچی تو 7 فقط مقصود رو تارگت میکنیم. تو 7 من حذف شدم تو بازی. من اون وکیل زده بین اگه وکیل بودی روانی کردی. فقط مقصود رو حذف میکنی فردا. نیکست. در شبی که گذاشت خداحافظی می‌کنیم با آقای شاهین. دوستان استناد وضعیت می‌خواید صبر کنید باشید. بشین. استناد وضعیت دوستان رای میاره از بازی شما هیچ مافیا خارج نشه. سر صحبت آقای سروش به سمت سهیل. چالش میدم با اول من صحبت کنم دوست. امروز فقط امروز مسئول از دیگه کنیم. اول مافیاست. نه خودم چه میشی؟ اول بازی بین الیاس، من، شاهین، دو تا مافیاست. اون شرفم خودم شرفم بازی رو گردن میگیرم حتما مافیایی. پویان هم باید بگم مافیاست بین سهیل و دانیال مافیا سروش با سهیل میکنم سوی شرفم. همین نه من شرفم داشتی گردش بری سرویس. نیست. نه امروز فقط امروز همه تو شرفم فقط امروز مافیاست. فقط امروز امیر حسین مافیاس جریان رو معارفه هم رفتیم گفتیم این لوکیشن مافیاس همه ریختین سرمون گفتیم نه برای چی اینجا رو تارگت میکنیم. ما به الیاس تارگت نمیزدیم اونو کاور کردیم. من روز یکم بین اصلا تارگت نزدم من کاور کردم ساید بردم بین کی بین کوروش آقای دانیال پنجه‌باشی تو جریان بازی. اگه ما شهروندی به نظر من خیانت کردی در حق شهروند که مداخله نکردی. روز یک بعد یا به من رأی میدادی ساید اینا باز میشد. امیر حسین چرا تارگت نمی‌داشت؟ من میشه امیر حسین شهروند باشه تارگت میگیره بازم اتکشو میزنه. چرا تارگت نگرفتی وقتی تکون بالا؟ چالش شده. ولش کن هر بین پویان امیر حسین امروز خروجی بده. حتی اگه باختیم. من صحبت کنم. بین چی؟ کاورش کنم دیگه. بین چیه؟ 4 تا شهر رای دادن که شهروند. آره؟ آمیچی رو گردن میگیرم مطمئن به آدز نداره. ببین ما امروز باید یاقی بکنیم. چون یاقی نکنیم بیرون حتما بازی رو باختیم. آقای آرمین کیا همیشه مسئول 3 بار باش دیالوگ کرد. من روز یک ساید رو باید باز می‌کرد. اشتباه کردی روش کردی. ساید رو باید باز می‌کرد. آره. من تو ذهنم اینجوریه تو سهیل سوش با هم چنین. من دیروزم گفتم به تو دست هم بازی نکردیم. حتما ولی من دومل یاقی ام. مطمئنم آقای آرمین کیا یاقی تو بازی تموم. امروز همیشه مسئول رو کاور می‌کنه. آقای دانیال پنجه‌باشی کار می‌کنه. خودم شهروندم آقای آرمین هم شهرونده. تک دفاع می‌کیا می‌کنه. کلکش بدیم. من کلکش بدیم چون مسئول گفتم دیروز داره بعض میپاشونه که میگه بین اونا فردا میاد بین من و تو دنبال تارگت میگه. پویان که حتما مافیایه. مثلا مشخصه میگفت دیروز بین من و شهروندم مافیاست. دیروز میگم این دوتا یار به یارن.
پویان نمایان کرده بهش تارگت نمیزنی. آقا نمیدونم الان کدوم علیمون تو شهروندی یا دنیا شهرونده، اینو نمیدونم چون مطمئنم این دو تا الان دوبلی با هم مافیان. چون تو دیروز با اصطلاح مثبت این اومدی اینجوری علیمون نگرفتی، پس میگم شهروند. آقا چین همینه به نظرم. حرکت شدیم. کیا چه نه؟ اون احتمالاً راهنمایی رو داد به مقصود اصطلاح اینو گرفت. مگه اینجوری بود داستان. سوی راهنمایی بهش گفت راهنمایی، گفت با دستش بازی می‌کنه. یعنی کیه؟ تو اگه شهروندی که تو پروش بازی خراب کردن، حتی فاز شهروندی شاهین بخاطر یه چیز با فکتای خوزعبل این میگه نفهمید. من امیرحسین بعد میفهمید من شهروندم، بعد نایک بزنم. آقای سروش تو شهروندی، من مفهوم سوال گرفتم با الیاس شهروند دک نه صحبت می‌کنم دک بهم گفته شهروند، خواستم سایدم تو بازی باز کنم. تو باید حتما یارم باشی. پلاس گذاشتم رو پشتگولی تو شهروند رفتی 4 کشیدم که آشغال مسابقه کردم که دیتا داشتم کوروش سیکه دیتا داشتم 3 تا رای داشتی با رای کوروش با پلاسی رو کوروش داشتم تو میری بهش دادم این 4 مسابقه کردم یک دیسلایک یه تو شهروندی شو نکردی، شهروندی شو کردی آرمین رو بکنی بیرون. من آرمین شاهین شهروند با آقای سهیل مشهور رای دادیم شهروند روز یک 4 تا رای بشه. امروز واسه اون من از کنی اون که حتما موافق جان نمیدونم اگه مافیای کارت آنفیر نبود. من با نقش مافیا دیالوگ نمی‌کنم سوال داره می‌جنگم. اونجا که مطمئنم مافیاست سروش نمیدونم سروش بازم نمی‌خوام بگم مافیا. آقا من دیروز فقط می‌خواستم محصول بازی کنم. یعنی من فقط می‌خواستم با تو بازی کنم. نمیدونم آقا من بهت گفتم اگر دیتای شهروندی سروش داری گردن نگیر الیاس، و اگر دیتا نداری بیا آرمینکیا رو گردن بگیر. چون فقط من تو رو دیتاش میگفتیم تو الیاس آرمینکیا به نظرم مافیاست. الان نمیتونم حقیقتا به اعتماد کنم. پویان تو به نظر آرمینکیا مافیاست، چینش سهیل و سروش با هم دیگه یه خورده گیجم الان نمیدونم هرسه شهروندی تو بازی دو تا با فرض مجهول بود دک با آقای دانه پنجابش گفته تو بازی مافیا 4 تا شهروند زیر شهروند که نه نکشید فهمیدین تو بازی شهروند خودم شهروند حتما تو سهیل آرمین تو بازی مافیاست، حتما جفتشون دوبلی دارم به من میگم مافیا. به علی مومنی که با 4 تا شهروند زیر آقای آرمین چرا نکشید شهروند بود بیرون اذیتمون نکن. من دنبال یاقی ام چون فهمیدم این سه تا با هم چرا دنبال یاقی ام. عرضم به خدمتت آزار من میگم اون یاقی نیستون با کارت یاقی نمیپره از پوینت شهرونده بری یه شو شهرونده گردن بگیر. واسه همین تو ذهنم یاقی آرمینکیا رو بود آرمینکیا رو حذف می‌کنیم. مگه با من نمیشه شهروند تو روند بازی پس این آقای دانر پنجوشی بود با من راه آرمینکیا رو روند بازی حذف کنه. آقا واسه دانیل به نه اون واسه فردا میترکی کارتون زشته با نقش مافیا میگی دیالوگ که من دیالوگ نکردم. من تو بازی بهت گفتم شهروند من تارگت نزنم. من هیچ دیالوگ باهات نکردم. حالا گوش بده. تو رو شهروند داره، دانیال شهروند داره، امیرحسین شهروند داره، بین من و سهیل یه دونه مافیا سیف دیگه. این کلی مشخص مافیاست تو بازی. امیرحسین مقصود فکتش واسه من یه دیالوگ کرد. روز سه بازی فکتم چیه؟ من شاید رو ندادم دیروز. مثلا اون حذف نکن. مثلا یه سال علیمون خوب میره، امروز علیمون کاور کردم. فکتم چیه؟ مثلا حتما مافیایی نمیدونم سومی نداره. اگه شهروند کنسول نخواد چون این همه توی روله اینم یه چیزی نداره بگه. امروز یه دونه روی تو رو بکنیم یعنی سروش نه کدوم یا بکن بیرون من چه سومی یارو بشه شون نه سروش من سروش بازم بکنم بیرون. میشه اصلا تو استفاده مثبت اون داری اون یاقی من کنم دونه بکنم بیرون ما هک بکنم. میشه سه میگه من سیفم روز یک گفتم بین این دو تا مافیاس خیلی راحت میتونستم به الیاس هم رای بکشم زیر الیاس. گفتم بینشون مطمئنم مافیاس رای کشیدم زیر این پلاس گذاشتم روش نرفته. تو با این ساید گرفتی 4 رای شده خودم رای نکشیدم زیرش. جایی گفتن ساید بین دو تاست سروش نظر شهرونده پس رای میکشم. مافیایی با رای میدم ببین. تو مافیایی نه ببین من به این دو تا رای میدم چون من مطمئنم این مافیاس داره اون هم کاور میکنه. من میگه سیف مافیا سروش امیرحسین نه استلام مثل یه دیگه داره ولی من اون رای نمیدم. من نمیدونم من دنبال یاقی ام. من چینو همین سه تا دارم دنبال یاقی ام. ولش من میگم عمری تو ذهنم یاقی نمیتونه باشه سوی سیفوش با کارت شهروندی استاد بره پشتگولیای رو گردن بگیره. پس یاقیش روز یک تو ساری بوده. ساید اصلی بازی کی تشکیل داده بوده؟ یک فهمیدم بین الیاس و حتما تو بازی مافیا. من تو این ساده حتما باید یاقی باشه. این مپ ذهنی منه. مهم نیست که اون دون هکر من بیزنس میخوام. من خودم با کارت شهروندی بهش رای دادم. مثبتم اون چونه اون نمیخوام اصلا. من میخوام یاقی هستم. چون از بردنه فقط امروز باید یاقی بره. یاقی تو سایت بوده اون پریده بلند شده یه جای دیگه تارگت زده. امروز یه دونه رای آرمینکیا رو روند بازی از شما شما چه نشی میتونی عزیزم رای ندی. شما به من گفتی شهروند دیگه پس با دست من بازی میکنه آرمینکیا میگه. تمام ولش کن آقا. اون حکم آرمینکیا
تموم. چالش من چالش من چالش داشت ولی چالش میتونم بگم عادل مافیا داره کنم میگم آقا میگم شهروند دلش به پویان رجایی میگم شهروند الیاس هم قابل کردی دو داد به سروش حتی بگم تو مافیایی باید توی 1 2 3 یار داشته باشی با این یار نمیشه تو هفتگری چون باید بگم با سویل یارته حتی بگم تو مافیایی یار چون من امروز باید رنگ میدم آرمینکیا رو رنگ میدم کنارش به سویل هم رنگ میدم آره به شما دوتا با هم دیگه رنگ میدم به هیچ دیگه رنگ نمیدم چون اگه بخوایم چین به چینی بگی این دوتا مافیا سر کار شهروندی اون من که معلوم شهروندم اگه باید یا بگی 1 2 3 مافیا یا اگه این دوتا مافیا داری باید سویل مافیا هیچ دیگه غیری نمیتونی چالش سروش سوال حتی موقع به سویل آرمین رای بدی بین آز نره وکیل باشه من مافیام وکیل که بود اون وکیل بود ستر داشت اینجوری دیسلایک داد من وکیل نیستم وکیل میکرد تو پاچه از اون نظر من مافیام عمر شاهین شاد نمیکنم یارو تو کنسر من داشته بالا پایین شده من چرا یارو شاد کنم یا کسی که پاور گذاشته رو من مافیا شاد کنم چرا کسی که من رای داده این دوتا دوبلی موندن تو بازی چرا موندن وقتی من دیروز برگشته بودم مقصولو چرا تارگت نگرفتی سه سری به من مشال خود کردی داشتی میگفتیم شهر مافیاست تو ترنم با چالشم 2 بار گفتم هر جور داری چه میچینه با میگه مافیا میشم چه میتونم نبودم با این ترن بدیدم مافیا به توی میکنم بهت بگم شهرم امروز یه رای بدیم به پولاد یه رای بدیم به علیمو ما رای بدیم به من هستم حق رای باز کنیم سروش ممنون عجیبین آقا عجیبین اون به نظرم راهنماست اگه به مافیا هم داده به من ربطی نداره اگه به مافیا شب یک زدی به این اونو کرده بیرون گردنش نمیگیری امروز دیگه چیکار کنم دیروز گفت حالا نمیدونم چون من سروش به نظرم مافیا سروش الان کیا سه تا مافیا به نظرت کیان این دوتا با من باید باشم دیگه باید با من باشه دیگه این دوتا با من با کی با امیرحسین هم تارگت نمیکنه امیرحسین داره میگه تو شهروندی یار فرضی تو بازی میکنه نمیفهمی سروش جان سکوت لطفا سروش جان چالش پویان رجایی بعد تو مافیا نیستی الان حکر یاقی گرفتی نیشخند زدی استاد آرمیکیا میگه منو پویان یاریم و فرض مافیا بدن پویان چه منطقی تویی چون که میخواد پویان از کنه که میخواد من از کنه خوشم میخواد ما رو از کنه علی مومن هم که باش آشتی کرد من پویان مافیا میشم یارمون خودت دیگه اون سر صحبت تو رو گردن گرفته من نداشتم تو شهروند دست کنی اون همه دنگ اون نمیدی که تو شهروند داره تو یارو نمیدی بازی از کنه داداش چی عزیزم نمیخوام داد بزنم من این شهرونده رو چاپ دادم تو جایی که دک بهم گفته شهروند 5 تا دنگ نمایندگی آوردم اون شهرونده تو رو آورده بالا تو شهروندو پلاس گذاشتم اون که تو شهروند بری با رأی پلاس تو شهروند رفتی من مافیا دک بهم گفته شهروند 4 شهروندا رو پور نمی‌کنم سایدمو تو هفته‌اش باز می‌کنم شهروندا بفهمین این چیزا رو فقط تاگید نکردی خود شهروندی خودم علی می‌کنم مثلا تو شهروندی یک دوست چرا این نظر میاقیه امیرحسین ممنون تو امروز با دست این 2 نفری که روزش با خود من مشکوکی شهروند رو 4 بزرگ کردیم این خود پیرانجی برام روزی از کنیم مهم نیست اون مافیا کردم با اون شهروند چی مثلا مهم نیست من تو هفته الان شما باور گذاشتم واسه شما رو حذف کنم روند بازی آره شما رو خواستم من جلوت یه شهروند مگه نرفته بیرون من اصلا مافیا من علی مومن اون میکروفون جلوت مافیا یه شهروند مگه نرفته بیرون 4 تا مگه عزیزم رأی دو نش خودت پس زنده امیرحسین محصولو مافیا نداری چون سهیل آرمی مگه میشه مافیا نباشه مگه میشه با کارت خودت با کارتی که نوچ شده تو روند بازی بین این دو تا مافیا نباشه دارم بهت میگم بریم تو میخوام رأی بدم اینو بکنم بیرون یه یک بده به سهیل یه یک بده به آرمین دیگه چجوری با تعامل کنم من میشه نفهمی پویان تشکر دادش ممنونم پویان دوستان 7 نفر در بازی 3 رای دفاع رای برای آقای سروش سهیل دفاع علی آرمین پویان دفاع دانیال امیرحسین سهیل و پویان در دفاع سهیل درباره
بازدار پویان شهران باشی رای نداد به علی مومنا ولش کن من نمیخوام به حرمت همون رای که من دادی نگه داشت من تو بازی کاورت میکنم امروز تک رای میدم به پویان رجبی داداش مافیا خارج سایت بوده نه من شهروند نکردم بیرون مافیا تو سایت من داشته بازی میکنم من شهروند نگه داشته باید کنساشونو بخورم استاندارد دارم بازی میکنم شما دو ترن ما رای 4 دادی ما امروز دفاعیه تو ترن باید بگم مافیا چیکارت کنم خوش بله آقای امدادگر چی شد شمشیر رو بستی واسه ما چه تاکیدم به پویان کاورت میکنم سروش تدکو علی دیگهشون تو هفته میشه با من آشتی کنه من میخواد تارگت بزنه ما رو کسی مافیا نداشت ما دیروز گفتیم اگه دیتا نداری گردن نگیر امروز من شهروند به این آقا رأی یک دادم اصلا میتونید بگید من مافیا چینم اصلا نمیتونید همچین چیزی بگید این دیروز با کارتان به این تارگت زده دو تن بویا منو داره قانع میکنه یارشم تو هفته یارشم منو داره قانع میکنه آمیتیا بره بیرون میدونی چی میگم؟ بعد آمیتیا میام کنه تو دفاعیه تو به شهید ندی؟ به سوی رأی دادی؟ به علی بشین داداش من پویا رده بودم چون شهرمند علی جان ممنون سوی این آقا مسئول میدونی چی میگه؟ این که شهروند کارتش رو شده این هم که امروز خود شهروند داره خودت هم از قضا بهش رای دادی پلاس هم روش بوده برای برابر کردم که این شهروندت بشینه عدم مداخل پس علیمون رو گردن بگیره چرا تارگت نمیزنه دخالت نکرد دانیال پنجه باشی این شهرونده پشت تارگتش کن 2 روز فهمیده کارت شهروندی سیفه پویان 2 ترم میگفته بین من و شهروند و کسی که شهروند رأی شهروند تو برابر کردم مافیا نشسته دیروز گفته این دوتا یار به یارن امروز ببینی شهروند داری با اون شهرونده گفته یار به یاره باز به پویان تارگت نمیزنی مثبت اون داری اون برد بازی رو داداش شهروندی مثبت یارو چرا برد 2 بار خودت گفتی دیالوگ آنفر کردی خودت 2 بار گفتی دیالوگ آنفر کردی در صورتی که هیچ دیالوگ آنفری نکرده بود آقا شهروند بازی کدوم میتونی رأی بدی بکشه زیر پویان بره بیرون اصلا فدای سرتون شهرونده فرض بذار مافیا گناه نکرده تشکر مافیا کشیدیم پیش شهرونده که خریت کردیم گفتیم دوبار دیالوگ آنفر کردی دیالوگ بیان نمی‌کردیم تارگتش می‌کردیم عزیزم 4 نفر رأی دادن به الیاس من نمیدونم سوش سفود نمیفهمم 4 نفر رأی دادن چون فهمم من برم بیرون که همین الان تمام میشه بریم بنظرم رفتار من یاقی رو آرمیکیا داشتم تو ذهنم یاقی بود تو رأی ندادی به آرمیکیا تو 2 روز منو شوشهروند داشتی تکرار امروز با کی بود یا دانیال پنجه باشی هم احتمالاً مافیا چیسته بود خارج دفاع دانیال پنجه باشی دیگه به سوی شهروند میگم شهروند ولش احتمال داره دانیال پنجه چون باید امروز رأی بدی به آرمیکیا نه بودیش دفاع من رأی بدی که همین الان تمام میشه نفهمیدم نیکس دوستان رای فلوس سوئد 3 رای فلوس پویان 2 رای